زنی خوب فرمانبری پارسا، کند مرد درویش را پادشاه. برو 5 نوبت بزن بر درت، چو یاری موافق بود در برت. سلام دوستان عزیز و مهربانم. خواستم یک قصه بسیار زیبایی رو بهرتان پیشکش نمایم. قصه یک زنی که از زندگی خود چنین قصه رو بیان میکند که 5 سخنی که مرا تاج سر شوهرم گردان. قصه بسیار تعلق دارد به زنهایش که صاحب شوهر هستند، یا اینکه شوهر کردنی هستند، یا اینکه در زندگیشان با شوهراشان مشکلی دارند. خوب این قصه رو با دقت گوش بکنند که بسیار خدا خواسته باشد فایده زیاد میگیرن. میگوید همسرم یعنی شوهرم بسیار شخصی با تقوا و خدا ترس بود، با ایمان بود، اما فقط به حوصله بود. خوش نداشت که با من اصلا شوخی بکنه که دیگر از من خوشش نمی آمد. و هر روز ساعت 6 زمانی که از کار به خانه می آمد این 5 سخن رو همیشه برایم می گفت، اما من در جوابش این 5 جمله ها رو می گفتم. شاید بعضی فکر کنند بعضی زنها که هستن زنهایی که شوهر یک سخن میگوید در جوابش 10 سخن میگردانند. جوابهای این زنی زیرک و دانا رو ببینید چی میگوید، زنی با ایمان رو ببینید چی میگوید. هر روز میگه همین جمله ها رو تکرار میکرد. 5 سخن میگفت که تحقیرآمیز بودن. میگفت که آیا تو میدانی که من تو رو هیچ دوست ندارم؟ زن میگوید من برایش میگفتم من به تو افتخار میکنم ای شوهر عزیز. در جوابش میگفتم که من به تو افتخار میکنم ای شوهر عزیز، در حالی که او به من میگفت من تو رو دوست نمیدارم. دوم چیزی که میگفت اگر که من تو رو به زنی نمیگرفتم هیچ کسی حاضر نبود که تو رو به زنی بگیرد. بگم تحقیر میکرد، اما من برایش میگفتم که پس می باید از تو سپاسگزار باشم و از خدا شکر گزار باشم که چنین صاحب شوهر شدم. سومین سخنی که میگفت هیچ حوصله ات را ندارم، هیچ خوش ندارم که با تو باشم. من براش میگفتم که من بجز تو کسی را ندارم ای شوهر عزیز. چهارمین چیزی که میگفت میدانی پدر و مادر و خواهر و برادرانت را هیچ خوش ندارم، هیچ از اونها خوشم نمیآید. من در عوضش برای اوش جواب میگفتم برای شوهرم که من از خانواده‌ات خیلی خوشم میآید ای شوهر عزیز. و 5مین سخنی که میگفت این بود که و هرگاه که بر من قهر و غضب میکرد با وجودی که اشتباه از شوهرم میبود برایش میگفتم لطفاً مرا ببخش، معذرت میخواهم، بخشش میخواهم ای شوهر عزیز، مرا ببخش، گناه از من است. با وجودی که میگه گناه از اون شوهرم بود، شوهرم گناهکار بود، اما میگفتم که مرا ببخش شوهر عزیز. میگه یک روزی از روزها خانه آمد، بعدن در برابر من بسیار قهر و غضب کرد و داد و فریاد کرد و من با چشمانی پر از اشک گفتم لطفاً مرا ببخش، با وجودی که اشتباه از شوهرم بود، از من نبود اشتباه. یک بار میگه با تعجب به طرفم نظر کرد و گفت با وجودی که اشتباه از من است تو چرا معذرت میخواهی؟ در حال غضب بسیار تعجب کرد و با غضب گفت اشتباه از من است تو چرا معذرت میخواهی، چرا بخشش میپرسی؟ من برایش گفتم چون حدیث پیامبر خدا درود بر او است که همیشه در قلبم است و مانع میشود با تو زبان درازی کنم ای شوهر عزیز.
پیامبر میگه چون حق و حقوق تو بالایم بسیار است شوهرم، که پیامبر خدا میفرماید از تار سری موی شوهرت تا زیر قدمش اگر زرداب باشد، اگر چیرک باشد، خون باشد، اگر با زبان تازه کرده بیایی، تا حال حق شوهرت را بجای نیاورده ای. میگه بعد از این سخنانی که نسبت شوهرم گفتم، میگه بعدا شوهرم بسیار نرم شد، بسیار ملایم شد، با چشمانی پر از اشک پیشانیم را بوسید و از من بخشش پرسید و گفت من به تو افتخار میکنم فرشته کوچکم. و با من عهد بست، وعده داد که هیچگاه بر من قهر و غضب نکند. بله دوستانم، باید امروز زنهای مسلمان چنین باشند. از این گونه زنها، زنی با ایمان باید چنین باشد. و خطاب به سوی مرد هاست که هیچگاه کوشش نکنید که با وسوسه های شیطان داده شوید و هر مشکلی که در کار دارید بیاید به سر زن داد و فغان کنید. و دیگر کوشش کنیم که با وسوسه شیطان داده نشویم. یک قصه کوتاه یادم آمد، میخوام میرم در همین موضوع قصه بکنم که میگه روز از روزها شیطان از دهه میگذشت، از دور به زنی نظر میکرد که مشغول شیرجوشی گاو بود. شیطان نزدیک شد و بند گوساله گاو را کمی کشاد. گوساله کوشش نمود که از بند رها شود و موفق هم شد. گوساله سوی گاو دوید و ستیل شیر را چپه کرد. زن از ریختن شیر به غضب آمد و با چوب به سر گوساله زد. گوساله از پای افتید. گاو نیز گوساله‌اش را در چنین حال دید و زن را لغتی زد. زن از ضربه پای گاو جان بداد. پدر شوهر زن ضربه زدن گاو را می بیند و از قهر با ملتقش گاو را می پراند. شوهر زن صدای تیر را می شنود و سلاحش را گرفته می براید. در دست پدر سلاح را می بیند و همسرش را بی جان. مرد در غضب می شود و به سوی پدر تیر خالی می کند. پدر هم بی جان می گیرد، به هلاکت می رسد. بعد لحظه مرد حقیقت را درک می کند و خودکشی می کند. شیطان می گوید همه این حادثه را از دور تماشا می کند و می گوید این فلاکت را نیز به من بار می کند. آخر من جز کمی کشاده کردن بند گوساله دیگر چی کار کردم؟ خلاصه چه عبرت گرفتیم دوستان عزیز؟ بعضا نفران چون عمل شیطان حرکت میکنن و باز دعوا میکنن که آخر من کاری نکردم. خداوندا دعا میکنیم که ما را از شر و وسوسه شیطان حفظ نماید. بله دوستانم، نسبت همسراتان ظلم نکنید، ظالم نباشید. وقتی که ما میگویم امت رسول الله، امت پیامبر خداییم، باید مطابق گفته ها، مطابق عمل کرده های پیامبرمان عمل بکنیم. روز از روزها میگه پیامبر خدا داخل حجره مبارک خود شدند، در حالی که مادرمان حضرت عایشه صدیقه مشغول به خمیر کردن نان بود و بسیار غمگین بود. پیامبر خدا دید که همسرش بسیار غمگین است و گفت ای همسر عزیز چرا غمگین هستی؟ حضرت عایشه گفت نمیدونم چگونه عصبهایم ناآرام است. پیامبر خدا دید که عصبهایش ناآرام است، گفت بیا با هم بازی کنیم. و هم بازی کردن، میگه گفتن مسابقه میکنیم. حضرت عایشه صدیقه گفت چگونه مسابقه میکنیم؟ پیامبر خدا گفت وقتی کلچه ها رو که تیار کردی بگو با هم در یک طرف تنور تو کلچه ها را میبندی و در دیگر طرف تنور من کلچه را میبندم و میبینیم که از کدام ما زودتر سرخ میشود. میگه بعد از اتمام مسابقه شان
در یک طرف حضرت عایشه صدیقه مادرمان کلچه ها رو بستن، در یک طرف دیگر پیامبر خدا. بعد از چند مدت میگه کلچه مادرمان حضرت عایشه صدیقه زود سرخ شدن و از کلچه پیامبر خدا سفید ماندن و حضرت عایشه بسیار خوشحال شد، خرسند شد، غمگینی رو فراموش کرد و گفت که ای پیامبر خدا، این دفعه هم من غالب شدم در این مسابقه. پیامبر خدا تبسم میکرد و گفت سبب مسابقه کردن ما رو میدونی ای همسری عزیز؟ گفت اولین سببش این بود که من دیدم که وقتی که تو غمگین هستی خواستم که تو رو خوشحال بکنم ای همسری عزیز، وگرنه در چیزی که دستی من اگر برسد نه تنها آتش دوزخ بلکه آتش دنیا او را قوت و توانایی ندارد که او را بسوزاند. اگر تمام اهل مدینه اگر جمع شوند و بیایند و بخواهند نانهای خود را ببندند، نانهای اونها سرخ می شود، می پزد، اما نان من هم که سفید می ایستد. بله دوستان عزیزم، از این قصه عبرت گرفتیم که باید انسان نسبت همسر خود خوش معامله باشد. با شما بودم بنده عبدالله، یک و یک شما را برای الله پاک دوست می دارم. امیدوارم که از این قصه چیزی برای خود گرفتید دوستان عزیزم. در حق بنده به دعا باشید. السلام علیکم.